انتخابات امسالی پرزیدنتی در تاجیکستان برای همه سیاستمداران امتحان جدی و برای ملت سرنوشت ساز خواهد بود. حکومت در مدت 20 سال به زهرپیچگی تبدیل یافته تنه درخت بزرگ ملت دولت را آنچنان پیچانیده است که هرگز نمیخواهد آن را رهایی بخشد. تنه درخت میخواهد خود را از خارهای خلندی زهرپیچک رها سازد، ولی ترس و هراس تمام باطنش را پخش کرده است، زیرا این حکومت با چنین اصول روی کار آمده بود. انتخابات‌های قبلی را با هر گونه بازی‌ها پس سر نموده دایره‌های حکومت را به تدریج به دایره عائلوی تبدیل داد. از بس که امروز خودش روز انتخاب است، ما باید قانون‌شکنی نکنیم. اما برای اهمیت انتخابات برای تاجیکستان خیلی مهم است. بسیار یک چاره‌بینی سیاسی مهم است برای تاجیکستان، برای پیشرفت و ترقیات هم اقتصادی هم اجتماعی، از لحاظ باز هم بلند گردیدن آبروی و مرتبه دولت تاجیکستان در عرصه بین المللی، هرچی قدر انتخابات شفاف، آزاد، دموکراتیک گذرد، همان قدر اهمیت مهم و اولین درجه دارد برای تمام کل مردم تاجیکستان و دولت تاجیکستان. دارایی ملی دولتی نیز به مالکیت شخصی بدل یافت که برای کل مردم تاجیک عیان است. همه این یکتازی‌ها حکومتداران و حزب حاکم را چنان روح بلند کرده است که آنها منافع عمومی ملی را کاملا فراموش نمودند و هرگز منتظر چنین رنگ گرفتن کار را نبودند، یعنی به هم آمدن دو قوه اساسی سیاسی و یکچند چهره‌های شناخته ملت. از این خاطر امروز با تمام قوه‌شان می‌خواهند نیروهای مقابل را به بنبست مواجه سازند. خلل رساندن در جمع امضاها و نامسازی نمایندگان احزاب مخالف توسط تلویزیون‌های دولتی و غیره، جریان آمادگی‌ها به انتخابات و برخوردها در این روند افزای جامعه را دوچند مشکل گردانیده است. نشست مطبوعاتی که چند روز قبل با اشتراک نامزد به منصب پرزیدنتی از اتحاد نیروهای اصلاح‌خواه تاجیکستان آیین‌حال بابانظرов برگزار گردید، گفته‌های بالا را زیادتر تقویت می‌بخشد. حالا چند نکته اساسی را از این نشست به توجه شما پیشکش می‌نماییم. از روز قبل هم که اجازت امضا جمع کنی شد، ما عموما امضا جمع نکردیم، چون هر روز ما تنها با رئیسان محله در گفتگوزار بودیم، با اونا بحث میکردیم، ورقهایی که اون نماینده‌های ما امضا نمیکردن. اینجا به طور مفصل در کدام رایون حتی در یک روز 4 ورق است که چیکارها اونها کردن. من برای که وقت شما رو بسیار نگیرم جدا کردم این چیزها. یکم یعنی که اون رایون‌هایی که گریختن، در وقتی نماینده‌های ما میرفتن رئیس‌های حکومت میگریختن، این یک نمودی بازی‌های اونها. دوم وقتی که میرفتن حجت‌هایی که قانون معین کرده است اونها را طلب میکردن. مثلا میگفتن که اول شما روی خط حزبیاتون بیارید. دوم میگفتن که ما همون قدر به شما ورقه میدیم که چقدر شما اعضا دارید. یا اینکه میگفتن که انا 20 ورقه میتیم بعد آیندهش میتیم. یا میگفتن که ما تجربه نداریم. این چیز یکم باشده است. مثلا یکی از رئیسان میگه که من تجربه این ورق من باید آموزم، من باید به نزد شاهیان روم اول آموزم. و آخران رایون‌هایی که امضا کردن دین نبود. باور کنید تنها دین و طور عموم امضا شد. 10 روزی ما نیست. ما چه در مدت 10 روز کنون که ما مثلا چه که حزب حاکم دارد، شرایط رسورس‌های معمولی دارد، ما هیچی نداریم. آیین‌حال بابانظرov تاکید می‌نماید که همه این فشارآوری و خلل‌رسانی یک باره پیدا نشد، بلکه نقشه پیشگی آماده شده میباشد. همه این چی از کجا منشأ می‌گیرد؟ پروتکل 3220 3220 از یک قسم عبارت است. یکم اونجا همین چی بود که یعنی که تلویزیون حکومتی، واسطه‌های اخبار حکومتی باید این یعنی که نهضت اسلام را باید به عموم می‌کردن و ما دیدیم که تا این روز همین چیز شده ایستاده است این یک. دوم وظیفه این پروتکل از همین عبارت بود که رئیسان ناحیه شهرها باید اجازه ندهند که به آن نفری که می‌آید و این میدان داخل می شود اگر باید قوه داشته باشد، یعنی که اجازه داده نشود. و ما دیدیم که قریب در همه رایون ها همین قانون شکنی ها بود. این دوم. سیومش من فکر میکنم که سیوم
دوره این استفاده بردنی ارگان‌های قدرتی است. نامزد با مقام پرزیدنتی اظهار نمود که از روز به فعالیت پرداختن گروه‌های تشبثکار نمایندگان مقامات دخلدار به فشار آنها شروع نمودند. با بهانه تفتیش حجت آنها را دستگیر نموده وقت پرقیمتشان را می‌گرفتند که این خلاف قانون است. اول گفته بودم که برای من حمایت حقوق انسان در جای اول نیست. پریوریتی کار من یگان چیز رو برای عوض نمیکنم به حیات و ممات یک شخص. یعنی که حقوق انسان محافظت حقوق من در جای اول است. دولت در جای دیگر. دولت دارد، ارمیه دارد، پلیسیا دارد، ارگان‌های مخصوص دارد، یک قدرت است. مقابل دیگر یک شخص سکت ایستاده است. این عیب است، این یک شرمندگی است. بنابراین من دیگر یگان اظهارات نه به باوری ندارم، نه به رئیس جمهور جناب رحمان، نه به کمیسیایی که به من وعده داده بودند که این چیزها تکرار نمی‌شود. غیر از این قید می‌نماید که حکومت تاجیکستان زیاده از 1 میلیون شهروندان آن را از حقوق پیشنهاد محروم ساخت و یگان پیشنهاد ما را با اینابت نگرفت که این خلاف همه گونه معیارهای بین الخلقی میباشد. اما من نمیترسم، من باز میگویم که من نمیترسم از این گونه قانون شکنی ها، من نمیترسم از این گونه فشار برای ها. ببینید که 1.5 میلیون مهاجران ما در روسیه اونها امروز امضا جمع کرده ایستادن، میخوان که به حکومت تاجیکستان مراجعه کنند و کمیسیا مراجعه کنند و بگویند که اونها هم انسانن، اونها هم شهروند تاجیکستانن و اونها حقوق کشوری بدهند. ولی متاسفانه شماره کلان مهاجران از حقوق پیشنهاد محروم گشتند. تا به امروز هم تشکیلات‌های جمعیتی مهاجران مقیم روسیه در این مسئله با استفاده تمام امکانات‌ها به حکومت تاجیکستان عرض می‌نمایند ولی بی‌فایده. و ما خواهش کردیم که همین کار شود، اما امروز 1.5 میلیون از حقوق کشوری کردن محروم شدند. دوم ما حتی گفتیم که اگر مادامی که این 1100 میلیون 1.100.000 حقوق انتخابی دارد در روسیه و غیر از باز قرقیزستان، قزاقستان، مثلا ایران، ترکیه که در اونجا هم خیلی مهاجران داریم. ما گفتیم که نباشد از حساب عمومی، یعنی که 4 میلیون آوازدهنده که هست اونها را براریم، مادام که اگر حقوق نمیدهد برای کشور امضا نباشد از حساب براریم، از روی همون 3 میلیون اقلا باید که ما چقدر امضا جمع کنیم. این هم نشد. ما خواهش کردیم که همین ترغیباتی که در تلویزیون تاجیک امروز در پست‌های اخبار تاجیکستان شده ایستاده بس کرده شود، چون باید به مردم یک محیط بسیار آرام تامین کرده شود. ما دیده ایستادیم که برعکس روز تا روز واقعه‌های جنگ‌های گذشته و ببینیم یک قاضی یک نفر مقامی با نام ملا حیدر وقتی که وی میگوید که همه اونهایی که به رحمان آواز نمیدهند غیر طرفداری نمیکنند، این جنایت هست. یعنی که همه ما، همه حزب عزایان دموکرات، همه دیگر عزایان دیگر ما همه جنایتکار بودند و ما دیدیم که حکومت خاموش است. و این خاموشی حکومت دردی کهنه است، زیرا حکومت مفهوم ملت و سیاست دولت را با هم آمیخته کرده است. اگر کسی خلاف سیاست حکومت سخنی بگوید او را یک شخص ضد ملی اعلان می‌نمایند. خلاصه کردم که ثبات جمعیت در دیگر گوش شدن حکومت است. حکومتی که سالهای زیاد می‌ایستد و دیگر ثبات را به وجود نمی‌آورد. خودش باید ما امروز همین ثبات با هر با طرفداران منطقه ایستادیم که خواهش میکنیم و از این شده خواهش میکنیم از فایده نبرای لکن اونهایی که باید این چیزا رو تامین کنن اونها اینقدر قانون شکنی میکنن. و واقعا هم بنبست ملت ما محض در همین است. همه زیایان تاجر را ضرور بود که در اول سالهای 2000 به هم آمده مانع تغییرات به سر قانون جمهوری میشدند، ولی افسوس همه پهن و پریشان بود و شما امروز در حالتی مشکل ترین به این خلاصه آمده اید، لیکن حالا هم دیر نشده است. من شخصا از مبارزه هم دست نمیکشم، اما من نمیخواهم که نفر چیزی که امروز این دختره قریب بهوش است گیریه، من نمیخواهم که برای من شدن نفری عذاب بکشم. من تا آخر مبارزه من میبرم شخصا، اما من دیگرها را زیر این گونه فشارها نمیخواهم بیارم. شما هرگز تنها نیستید و امیدواریم مردهایی که شما را پیشبری نمودند تا آخر استادگری میکنند و اگر مقصد همگان قوی باشد مردم بیدار بگذار شماره کم باشد هم با شماست. اما این فشارها من میگم یک دو سه نیست، خیلی کمتر میشد ما میتونیم خیلی بعضا میگن گاز خلاه بیار
баъзан калак ҳам мебиёранд, баъзеҳо мехоҳанд ки худро ширин кунанд ба ҳукумат. мусобиқа ҳатто дар байнашон шудааст ки аз ҳама ақиб ки имзо мекунанд. агар дар таги пули ҳукумат ин корҳоро мекунад, тасаввур кунед ки дар ноҳияҳои дурдаст онҳо чӣ кор мекунанд. бинобар ин аз воситаҳои ахбор хоҳиш мекунам ки ҳамин чизе ки ман гуфтам, ман тайёр ҳастам ки барои ҳамаи он чизҳое ки ҳастам масъул ҳастам ва исбот мекунам. ҳамаи ин фактор рақамҳо дар дасти мост. баъди суханронии номзад ба масъулияти президентӣ Ойниҳол Бобоназарова ва муовини раиси Кумитаи марказии интихобот ва райпурсӣ Абдуманон Додоев ба хабарнигорон ҷавоб доданд. В свете предстоящей ратификации соглашения по военной базе. Спасибо. Я считаю, что мир всегда как наша стратегический партнер. Когда, если ты политик, ты должен думать о людей, которые действительно огромное количество сейчас наших мигрантов находится в России. По разным цифрам, есть разные цифры, но это огромное количество. И за каждые мои слова стоит судьба этих людей. И поэтому я считаю, что она является нашим партнером. Я считаю, что даже можно укрепить больше дела, потому что есть возможности, есть воля и так далее. И поскольку еще предстоит мне пройти вот столько барьеров, если примем решение, что пройти до конца, у меня есть приоритетные направления внешней политики Таджикистана, и я один из них в России. И поэтому у меня благожелательные отношения, особенно к русскому народу. Там кроется большинство экономических Узбекистан. Да, потому что там кроется большинство экономических, политических проблем, коммуникационная тупик, это гидроэнергетика, это политические вопросы. У вас, конечно же, есть видение регулирования кризиса, а это именно кризис, уже надо говорить по отношению к стране. Вы могли бы сейчас тезисно, но конкретно высказаться по позициям, ну, скажем, транспорт, гидроэнергетика. Все зависит, все эти вопросы связаны с политикой. Вот сделать нормальную политику, эти вопросы все автоматически решаются. Я один маленький пример. Я защитил свою диссертацию. Если вы сейчас не будете делать нормальные взаимоотношения с соседом, невозможно идти дальше. Тоджиков говорят, агар хоне хамсоят суд, хоне тия мисуза. То есть, говорит, жилище твоего соседа, твое тоже будет гореть. Поэтому для меня она является приоритетной. Я сделаю все возможное, лишь политические решения, и это политическое решение будет влиять на всех других проблем. Я думаю, это возможно, потому что огромное количество таджиков живут в Узбекистане, огромное количество представителей власти говорили плохо о каком-то народе. Это я не допущу. Не бывает хороших народов, плохих народов. Есть хорошие правители, плохие правители. روز قبل با جناب شاهیان صحبت داشته، همون صحبت یکم نتیجه داشت و اگر اجازه باشه نماینده کبیر هم نظرشان میکنم. من راست میگم یک صحبت خیلی خوب داشتم. من از اون صحبت آرام بود. من گفتم من از شما چیزی نمیخوام. اگر از یک جهت گویه این چیزی که به وجود آمده است در تاجیکستان، متخصصای حتی روسیه، متخصصایی که از اروپا هستن، ایران هستن میگن که تاجیکستان، دولت تاجیکستان همه خیلی میگن اونیکال میگن. از اونی که نازاتیو خود رو پس کشیدن گفتن ما نمیخواهیم، من زن پیشنهاد کردیم. این معنی اون که اونها دستی دراز کرده ایستادن، چون که در وقت سازشنامه صلح همین دست نگرفته ایستادن. حکومت میتوانست از این چیز استفاده کنه. میتوانست مرا نه همچون یک نامزد، همچون یک زن و تلویزیون دولتی دعوت میکرد، از این خرسندی میکرد، اینقدر خونها برآورد برای بلند داشتن مقام زن. این روز که یک زن رو پیشنهاد کردن، حالا که من هر وقت خفه میشم وقتی که من همچون زن میگم، من هر وقت میگم که شخصیت هستم، این رو هم در همه عقیده هستم. اما حکومت این سرمون که تولیس استفاده برای بیاد که در حقیقت الان ببینید در جامعه ما، در دولت ما چیزا دستگیری میشه. این به فایده حکومت است. این به فایده بابانظر مثلا از اونی که چی میگوین نسبت من، حالا در این چیزا من آب تا یافتم که من پروایم نمیکنم. اما حکومت میتوانست ایران به جامعه جهانی نشون بده. اما افسوس که این میکنه نکرد. برعکس بعدی صحبتایی که شاهیان با من داشت که حتما حتی معلومه شما میتوانید با ما وقتی که یک پرابلم میشود و زودی در تماس شوید. رئیس ستادی من حید و همه کوشش کرد، اما در اونجا تلفنی رو نبرداشتن. همطور است؟ نبرداشتن. لیکن گفت که همین هر رئیس حکومتی که
همین میاد رو پرابلم میکنه از همونجا راست و کمیر مراجعت کنیم و این کارو کردم اما دیدیم که برعکس شد برعکس با سخت‌تر شد فشارها یعنی که میلیسه اکنون به این چیز من دو فاکتور با فاکتور هست اکنون باید ما انیق کردنم در کار باید کردم همین دو فاکتور صد فایزه انیق داره میرم این هم به شما در نظر چونی می‌نماید که بازو فقط یک حس مزاجم کنه است این نقصه یعنی مطلبی که من میخوام از جناب دادم پرسیدم که آیا یگان ورود دیگر در یگان رو داشتن از حزب سوسیالیستی حزب دموکرات در مجلس اخیرانه که همین کمیسیا گذران اونجا خود شوریان دعوت کرد که چرا بعضی حزب‌ها رفته در نویرا مثلا استور غیره نامبر کرد چون حزبی در اون حزبی دموکرات هم بود که چرا شما رفته امضا جمع نمیکنید یعنی که این معنای اون داره که اونجا حتی شتاب ندارن امضا جمع کنین است و میگوید که ما الان امضا جمع کردیم خودش منطق ببینید خودی من نمیگم خودی کمیسیا جناب شوریان همین چیز رو در همون مجلس اون مسائلی که پیدا میشود با ما وابستگی هست به کمیر ما حل میکنیم و بعد از این با ما سپارش دادن اون کمبودی در شهر ما شده ایستاده است ما دیده ایستادیم و من هم شما میرسانم که از حزب نصیر اسلام عضو کمیر جناب محمود وابسته هستند در کمیر من وابسته هستم چی مسائلی که ایستاده است حتی الامکان ما زنگ ایستادیم حل کرده ایستادیم مسئله و گفتیم مریم جان 9 نفر دستگیر کردن دو دیگه خودمون حل کرد همین مسئله من براشون مخصوص میرسونم همین آدم به من زنگ زد که 9 نفر دستگیر اول 6 نفر بودن دستگیر کردن همینجا هستم من ترتیب حلقه‌اش میگم معلم که این شخصیت خواهش ما تعریف نمی‌کنیم بعد دیگه گفتن که مشکل نمی‌کنیم همین کس رحمان زنگ زدم من همین بعد 2-3 دقیقه با علی رئیس نوی فردوسی خودم زنگ زدم چیکار داشتم کارات بعد که میاد داده خودمون میسنجیم که کتاب داشت میسوی نوی مو یا اوورده یا امورده با همین توقع نکرده بعد از رئیس رو شویم گفتم رئیس خیلی اون کس گفتن وزیر اصل اون که در روی راش قرار هم تو میدونید راش هست مثلا رحمانوف داره مودن مومن اولش داره گفتم مثلا حل کنید موبایل یا 40 یا 45 دقیقه مثلا حل شد همه جواب دادم خب اگر کسی که در فکر باشد که ما کمیسی مرکز رایپورسی یکم مخالفت کردیم یا طرفدار این کلا نادرست است ما منفعتدار هستیم که مسئله حل خود یوبر تو دیروز ما فهمیدم ولی تمام شهر نویو پرابلم نیست دیدم محترم محمد علی در چون یک چند نویو گفتن بعد در روز گفتم که در روز هست باید معلومه اگر من دروغ گفتم گفتم باشه نزدیکشون استاد من دروغ میگم راهبر دستگاهی در روز میگه که داداش میگه رئیس بخشی از ناسیستان در نویو اومد نزد من بعد نویس نمیتونه پروپ نمیتونه که چیکار کنه دو شب من چیکار کنم باید تمام یاردم کنه 5 بلانکو دست میگه دو چند نمیتونه نویس نمیتونه میگه من این کسو گفتم تا یاردم کنه چند نفر آدم 6 نفر آدم دارد 6 نفر نویس گفتم بولش گفتم نیست تصمیم میکنم نیوت گفتم اساسی مسئله جنجال ولی چون بین رئیس شهر نوحی و گروه همین مثلا تشانکاری که شبسکار ما گفتم ما دیگه گفتیم ما اثبات کردیم که وقتی که روز 31 جلسه قرار قبول کرد همون روز ما قرار آورد دادیم لوتر محمد هیچ امضا کرده هستم از 31 آگوست 17 روز پیش باید شما برای راهنمایی کرد باید با تمام بخش اسبوع باید میدادید مثلا حل بشه اینجا درو گفتن حضرت قرار روز رسید برای ما که ورقه برای ما داده شده نه قرار ما آورده قرار روز 17 رسید باز یک چیز دیگر میگویم من یک چیز دیگر تو حاضر در خراسان تنها 80 ورق امضا کردن دیگر ورق های این تو حاضر سری اومده که من سری نمبر کنه نهایه خراسان حاضر 40 ورق امضا نمیکنه از اونجایی که ما تلفنی آدمون رو شما قبل دادیم توفیقش با همین ولی من آمدم چطور نهایه گفتنه یک دقیقه باید شما این کارهای پیامی سمینارهایی که باید نسبت کمیرها میکردیم بر وقت این کارها رو میکردیم روز امضا جمع کنی اگه شما اونها رو میفهمونید این کار کردن این کار کردن این نیم سال پیش باید شما میکردیم ما قرار کنیم رئیس شهر نوی رای کرده هستیم البته ما این کار نمیکنیم کمبودی ها هستن حتی بعض شهر نوی نفهمیده سودان که میگه که تو 5000 دلار طرفدار این موضوع امضا نمیکنی این خطا است البته خطا است یا میگه تو بخش نداری در جای خطا است من یک چیز براتون روز 17 سپتامبر مکتوب کمیسیون مرکزی انتخابات رقم 666
رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کمیسیون مرکزی انتخابات برای کرسی جمهوری تاجیکستان به شما نسخه قرار کمیسیون را از 31 آگوست درباره مقرر نمودن ترتیب و مهلت جمعآوری امضای شهروندان و طرفداری نامزد پیشبرشانده به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را برای معلومات و اجرا ارسال می‌نماید. در 3 ورق این روز 17 رحمت‌الله رجب رسما آورد. بله معلم سوالی من اول که من بخشش می‌پرسم که من قانون نگاه نکردم در چند سال اخیر در تاجیکستان در مورد زندانیان اینقدر گپ زیاد یعنی که همون مشکلات زندانیان و در باره آنه که چند درصد آنها کارشناسان میگویند که با اشتباه یا با سفارشی به زندانی شدن و من سوالی من یکمش که چون به حقوقدان هست آیا شرکت آنها در انتخابات و در امضا جمع‌کنی هم در نظر گرفته شده است این من یک بار دیگر بخشش میپرسم و یک سوال دیگر مثلا شما برای حل کردن همین مشکلی که 5 سال باز در تاجیکستان وجود دارد اگر رئیس جمهور شده چیکار میکنید؟ تشکر. برنامه ها دارید؟ اویدی حبسخانه ها. بله. من باید بگویم که اگر همون کنسپسی اینی رو خونده باشید یکی از پوپاش امنیستیا بیان شده است اما اونی که مثلا جنایت کرده است اثبات است و غیره این دیگر مسئله است. در مسئله ای که اگر برای عقیده شده باشد برای عقیده های سیاسی و ما وقتی آخر دیده ایستادیم که چند مرافع سودی رفت ایستاده است و بسیاری ها میگویند که حتی دیروز همون کمیته اوان اویدی حقوق انسان هم به حکومت یک چیز بکنم فرستاد اویدی زید سعید اگر شما ممکن دسترس کردید و اونو طلب کردن که همون مرافع آزاد بگذارند. من در مسئله این چیزها البته بسیار معلومات ما دادم که من چیکار میکنم یعنی که همه امنیستیا این بسیار مسئله رو مفهوم خواهد شخصانی که با حکم سود در جایهای محروم از آزادی میباشند از آزادی محروم هستند. شخصانی که با حلنامه وقفه قانونی سود شخصان غیر قابل عمل انتخاب شدند از آزادی محروم هستند. سوال خاطی جواب شما. که از این بعد دیگر در رابطه با خونه‌شکنی‌ها اظهارات پخش نخواهید کرد و نه به کمیر نه به جناب رحمان چون اظهارات شما رو نادیده گرفتند. انجا سوال برای ما با وجود آمد که از این بابت اعتراض و شما چگونه افشا خواهید کرد؟ یعنی چگونه اعتراض میکنید؟ با مردم میگویم به شما با واسطه اخبار اظهارات خود را میگویم اینچنین به تشکیلات‌هایی که کفیل شفافیت انتخابات هستند. من دیدم که برعکس من یک روز پیش اظهارات دادم روزی دوم با سخت‌تر شد. یعنی که اظهاراتی که هیچ چیز نمی‌تیه از اقلیت این اظهارات شدن. معلوم است که یگان انتخابات پرزیدنتی در دنیا به بازی‌های روی راست و پس پردگی نمی‌گذرد ولی متاسفانه در تاجیکستان به حد افراط می‌رسند. کسی از سیاستمداران زمامداران دولت فکر نمی‌کند که در نتیجه خلق به هم می‌زند و عاقبت‌های ناخوش از احتمال دور نیست. عبدالمنان دادویف قید می‌نماید که اکثریت نمایندگان گروه تشبسکار سواد کذایی ندارند که حجت را درست پر کنند و در جای دیگر می‌گوید که اکثریت نمایندگان حکومتی قانون را نمی‌دانند. پس از اینجا برمی‌آید که تاجیکستان به بحران شدید کادری دچار شده است و واقعا همچنین باید باشد زیرا ساختمان‌های روسیه را تاجیکان دارای معلومات عالی پر کردند. جنابان حکومتدار را ضرور است که سر این مسئله اندیشه نمایند که در طی 20 سال استقلالیت ملت و دولت را به چه روز و چه احوال رسانیدند. کاش انتخابات نوبتی شما به سر ملت کلفت زده و جبر دیده یک بلای نوبتی را نیارد.